بازی‌های دور آخر مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان اومد با فوتبال میانی دسته‌های لیگ اولی به انجام رسیدند. قهرمان فعلی کشور باشگاه استقلال مرحله دوم مسابقه را در زینه اول جنببست کرد. لیکن پایتختی‌ها بازی دور 18 را به نفع خود انجام دادن نتوانستند. در ورزشگاه وزارت مدافع کشور دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش استقلال را قبول نمود. ارتشی‌ها با گل زده عزت روزیوف در قسم اول به پیش برآمدند. در قسم دوم بعد کوشش‌های زیاد بازیگران استقلال بالاخره امکانیت برابر کردن ایتسو پیدا شد. بهترین نشانزن چمپیونات منوچهر جلیلوف گل نوبتی خود را از نقطه جریمه 11 متر به ثمر رسانید. همینطور رقابت مذکور با همین ایتسو به مساوی جنببست شد. اکنون در مرحله بعدی تیم‌های چمپیونات به دو گروه تقسیم می‌شوند. امتیازهای در مرحله اول گرفته شده در خزینه تیم‌ها باقی خواهد ماند. از روی نتایج مرحله اول 5 باشگاه بهترین در گروه A یک دوره میانی هم بازی کرده در جدول مسابقه جایهای از یکم تا پنجم را میانی هم تقسیم می‌نمایند. اینها دسته‌های استقلال، خطلان، روشن شهر کولاب، خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش میباشند. 5 باشگاه باقی مانده استرافشان، فیضکند، اسخط، روشن ظفرآباد و ریگرتدست در گروه B یک دوره میانی هم بازی نموده جایهای از ششم تا دهم را اشغال نموده برای باقی ماندن در لیگ اولی کوشش میکنند و دو تیم بدترین در آخر موسم به لیگ یکم گسیل کرده خواهند شد. در مجموع هر دسته در چمپیونات تاجیکستان سال 2022 بازی انجام میدهند. همچنین در بازی دیگری همین دور دسته استرافشان در میدان خانگی خود فیضکند ناحیه واسه را پذیرفت. آخرین مذکور با پیروزی مینیمالی میزبانان جنببست شد. پیروزی استرافشان را در آخرین مذکور جواهربگ رسولوف تامین کرد. ولی پیروزی در این رقابت پنجگانه بهترین لیگ را برای باشگاه استرافشان کفالت داده نتوانست و اکنون دسته مذکور تنها برای موقع خود را مستحکم کردن کوشش خواهد کرد و خلاص. Да, играем, прессингуем соперника, да. Ну, 90 минут нельзя прессинговать, все вы знаете. Из-за этого где-то отойти, тоже передохнуть и опять, потому что играем у себя болельщики, тем более 12 футболистов мы играли. Поддерживали они очень хорошо. И ребята, я посмотрел, выдержали 95 минут легко и физически, и бегали, носились, и от этого и результат. من در تو بازی چیزی نمیخوام بگم چون این الان چندمین بازیه که ما میایم و مومنت ها و موقعیت های بسیار زیادی رو داریم. بازی رو دیدین دیگه، ما چندین موقعیت حتی دروازه خالی هم داشتیم. من فکر کنم که با این وضعیتی که ما داریم 11 بازیکن به زور جمع میکنیم میاییم با این مشکلات، با این وضعیتی که تیم ما داره میایم همچین بازی به این خوبی رو انجام میدیم. نه این بازی قبل هم همینجور، بازی قبل هم همینجور. من فکر کنم که من برم بهتره. من از همینجا از بچه‌هام، از مدیر تیم، از همه تشکر میکنم، از همه تیم و امیدوارم که موفق باشن. من تا اینجا تمام تلاشمو کردم، از امروز من استعفا میدم دیگه، نمیتونم در خدمت تیم عرض کنم که فیضکند باشم.